рӯзи якшанбе дар беш аз 80 шаҳри русия алайҳи фасодкорӣ тазоҳуроти эътирозӣ баргузор шуд. تعدادی زیادی مردم در راهپیمایی‌های شهرهای مسکو و سنت پتربورگ به مشاهده رسید. فعالان پایتخت در خیابان تورسکای جمع آمدند. طور خبرنگاران از محل حادثه میگویند بیشتر شرکت‌داران راهپیمایی به اجازه جوانان از جمله دانشجویان و مکتب بچه‌ها بودند. اکثریت اعتراضگران به میدان پوشکین رهسپار شدند. ازدحام بزرگ شرکت‌داران اعتراض را دلگرم می‌کرد. یک نفر هیچ کار کرده نمیتواند، اما وقت ازدحام است کار رنگی دیگر میگیرد. به هر صورت نشان میدهند که دیگر به این شکل زندگی کردن ممکن نیست. اما میترسم که این کافی نخواهد بود. آنها باید مجازات شوند. شاید آن وقت تاثیرش بیشتر میشود، اما تا حال مردم خاموشند. مقامات با استفاده از نیرو دهان نفر را که بر راهپیمایی به اجازه برآمده بودند دستگیر کردند. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی تعداد بازداشت شده ها در شعبه ها حدود 500 نفر را تشکیل کرد. اما حامیان حقوق شماره دستگیر شده ها را بیش از 700 نفر میگویند که میان آنها خودی الکسی ناوالنی تشکیل کننده این اعتراض ها نیز هست. پیشوای مخالفان دولت روسیه شب را در شعبه کارهای داخلی روز کرد. روزی یکشنبه اثنای پخش مستقیم تظاهرات به دفتر بنیاد یا خود فاند ضد فساد ناوالنی پلیس آمد. همه کارمندان بنیاد بازداشت شدند. در نسبت یکی از آنها با ماده افراطگرایی پرونده باز شد. در سنت پتربورگ هزارها نفر به میدان مرز برآمدند. در قیاس با تظاهرات مسکو در اینجا بیشتر شرکت‌داران در دست شیار و پرچم و نوشتجات مختلف داشتند. یکی از رمزهای اعتراض پایافزاری ورزشی بود. با گفته ناوالنی محض پایافزاری ورزشی گرانبهای دمیتری مدودوف باعث شد که فاند ضد فساد به تحقیق گسترده دارایی‌های نخست وزیر روسیه شروع کند. این فاند دمیتری مدودوف را با آن متهم کرد که دارایی‌های او خیلی بیشتر از درآمدهای رسمیش است. سخنگوی سروزیر نیتوماد را حمله تبلیغاتی عنوان کرد که هیچ شهر نمیخواهد و این جزئی از معرکه انتخاباتی ناوالنی است که میخواهد برای کرسی پرزیدنتی مبارزه برد. با این هم گزارش فاند ضد فساد باعث اعتراض مردم شد که استعفای دمیتری مدودوف و برگزاری تفتیشات موشکافانه را در نسبت او طلب دارند. در روسیه تظاهرات ضد فساد با چنین بزرگی در چند سال اخیر برای اولین بار صورت گرفت.